الف یک آرزوی بود، آرزوی بالاتر از پول و مال، آرزوی دستگیری و همدلی، آرزوی آینده نیک. به هیچ چیز نگاه نکرده این آرزو چنان مستحکم شد که تا امروز در قلب ها جای دارد و عملی گشته ایستاده است. ما آرزو داشتیم که زندگی مردم را آسان کنیم و به سطح نو براریم. ما آرزو داشتیم که در همکاری با بانک ملی تاجیکستان ساحه مالیوی وطنمان را به زینه‌های بلند رسانیم. ما آرزو داشتیم که مردم در نوبت‌ها نایستند، وقتشان را برای کارهای مهمتر صرف کنند. انتقال پول را به یک میجه زدن مستقیما به حسابهای خود قبول کنند. ما آرزو داشتیم که پرداختها شفاف شوند. در مغازه ها و چایخانه و همه نقطه های فروش تنها غیر نقدی پرداخت کنیم. آرزو داشتیم که از جای نشست خرید کنیم و چی مال و خدمت رسانی باشد تا خانه امان آورده رسانند. آرزو می کردیم که مردم ماشین راندن را آموزند، صاحبش شوند و طریقش زندگی خود را آسان کنند. آرزو می کردیم که همه امکانیت داشته باشند که سیاحت کنند و دنیا را برای خود کشف نمایند. آرزو داشتیم که نظام‌های بانکی را خودمان بسازیم و دانش و ملکه های مردممان را در عرصه جهانی معرفی نماییم. آرزو داشتیم که هزارها جوانان را به برنامه سازی جلب کرده آموزانیم. آرزو داشتیم راهگشای جوانان باشیم. در ساحه مالیه و تکنولوژی ها یکی از کشورهای پیشرفت‌ترین بشویم. پرچم خود را همیشه بلند برداریم. به مردم دیگر کشورها نیز خدمت کرده توانیم. الف را جهانی گردانیم. ما آرزو داشتیم که از هر یک مادر و پدری که برایشان تا اندازه کمکمان رسیده است دعای نیک گیریم. ما آرزو داشتیم که به هر یک مزاجمان خوشحالی و تبسم را هدیه نماییم. ما آرزو داشتیم که در هر یک فکر و عملمان شفاف مانیم، وجدانمان پاک ماند. شکر که به همه‌شان رسیدیم و دوام داده ایستادیم. البته همه این بی خطاها، بی دشواری ها، بی پستی و بلندی ها نشدند. البته بی صلح و ثبات کشورمان، بی شرایط هایی که در کشورمان برای پیشرفت مهیا شدند، این آرزوها عملی نمی گشتند. همش با کمک و دستگیری های شما مزاجان، اعضایان عزیزمان. در مدت این 10 سال شما برایمان عائله کلانی شدید که همه وقت پیشنهاد داشتید، خواهش داشتید، کمبودی هایمان را می یافتید و می گفتید، ما را بهتر می کردید و همه وقت با ما بودید. سپاس بی پایان به شما که به آرزوهای ما باور می کنید و در دوام 10 سال الهام بخشی ما هستید. همیشه با ما بمانید. الفیان، این تنها اولین راه است. راه دراز است و آرزوها زیاد. حرکت خود را دوام دهید، به یکدیگر الهام بخشید و برای آرزوهایمان تلاش ورزید. استوار باشید. جامعه و وطنمان را بهتر کنید. بگذار آتش چشمانتان باز هم روشن‌تر شود و دنیا را فروزان گرداند. زیرا ما آرزوها داریم و آرزوها عملی شونده اند. آرزوها را عملی گرداندید.